من دوست دارم توی آینده یه فرد موفق باشم برای کشورم که بتونم آبادش کنم. این سیده زهرا است که می‌خواهد بعد تحصیل با موفقیت به وطنش خدمت کند. او یکی از دختران سرشماری میباشد که روز شنبه 18 سپتامبر در مکتب خصوصی کابل به درس حاضر شد. ولی دختران 39 سال بزرگتر که در مکتب‌های متوسط می‌خوانند در خانه منتظر میباشند، زیرا طالبان دستور دقیقی درباره ادامه تحصیل آنها ندادند. خانم نظیفه آموزگار یکی از مکتب‌های خصوصی کابل میگوید مکتب آنها مشکلی ندارد. در مکتب ما مشکلی نیست، تایم جدا هست، تایم دخترها از طرف صبح هست، تایم پسرها از طرف بعد از ظهر است. استادایی که به طبقه ذکور است به پسرها تدریس میکنن و استادایی که از طبقه ناس هستند به دخترها تدریس میکنن. اما مسئله تحصیل دختران در مکتب‌های متوسطه و یا میانه حل نشده است. شاگردان ما هنوز شروع نشده، دخترای ما برای تحصیل نیامدن هنوز. خیلی ضربه روحی بدی به اونا وارد شده و منتظر هستن که کی دولت اعلام خواهد کرد که دخترها کار خود شروع کنن، درس خود شروع کنن. طالبان وعده دادند که سیاست سالهای 90 را کنار گذاشتند. در سالهای حکمرانی طالبان از سال 1996 تا سال 2001 طالبان تحصیل دختران و شغل زنان را منع کرده بودند. هفته گذشته طالبان درباره آغاز سال نو تحصیل در مکتب‌های افغانستان اطلاع داده علاوه کردند که در وقت مناسب دختران هم امکان تحصیل را پیدا می‌کنند، ولی در مکتب‌ها تحصیل پسران و دختران جدا جدا صورت خواهد گرفت. روز جمعه مسئولان بخش معارف حکومت طالبان گفته بودند که به همین زودی‌ها سال نو تحصیل پسر بچه‌ها آغاز می‌یابد، اما درباره تحصیل دختران خاموشی اختیار نمودند. یک روز پس سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که تصمیم درباره تحصیل دختران گرفته می شود، ولی درباره زمان گرفتن این تصمیم اشاره نکرد.